استفاده رکوردی نیروی برق در رابطه با آب و هوای نهایت گرم در تاجیکستان. افشای جنایت کشتار بیرحمانه دو زن فراش در کمیته زمینی ناحیه دیوشتیچ. رئیس جمهوری آمریکا از قتل ظواهری لیدر القاعده خبر داد. باشگاه اسپانی برای یک فوتبالباز تاجیکستان مبلغ هنگفت پرداخت کرده است. استفاده نیروی برق در تاجیکستان آخرین ماه گذشته در رابطه با آب و هوای نهایت گرم تا نشان دهنده رکوردی زیاد شده است. در این باره ضمن نشست مطبوعاتی روز 1 آگوست در دوشنبه رئیس شرکت برق تاجیک محمد عمر اساسزاده معلومات داده گفت که 26 ایولی سال روان استحصال شبانه روزی نیروی برق در جمهوری زیاده از 72.1 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد و چنین نشان دهنده بلند پیشتر هیچگاه به قید گرفته نشده است. قابل ذکر است که در هوای گرم خراجات برق با سبب استفاده کاندیسنرها زیاد می شود که قوه زیاد برق را می گیرد. به گفته اساسزاده نشان دهنده از همه بلند استفاده برق در یک شبانه روز تا این دم طی 3 سال اخیر کمی بیشتر از 70 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل میداد. او تاکید داشت که پر کردن آبانبار اساسی کشور آبانبار نارک برای افزایش استحصال نیروی برق تا حال یگان مشکلات نداشته یک قسم معین آب بدون استفاده پرتاب می شود. بنا به معلومات شرکت برق تاجیک در ظرف 6 ماه سال روان در جمهوری حدود 7 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شده است که 1% زیادتر از حجم استحصال همین دوره سال 2021 می باشد. ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد از افشای جنایت کشتار بیرحمانه دو زن فراش در کمیته زمینی ناحیه دیوشتیچ خبر داد. طبق اطلاع این نهاد که در برنامه تلویزیونی ملیتسه خبر میدهد صدا داد، بر اساس نتیجه های مقدماتی تفتیشات قاتل کارمند همین کمیته صباح الدین منورزاده بوده است که زنان فراش را بیرحمانه قتل کرده است. سبب این کشتار پرسر و صدا به گفته نماینده وزارت کارهای داخلی این بوده است که دو فراش زن تصادفاً شاهد قلابی منورزاده شده اند. منورزاده در روز استراحتی به جای کار آمده گویا با مقصد ترس دادن رئیس و معاون کمیته دست به تشکیل دلیل‌های صنعی بدنام کننده میزند و با استفاده از سوزشواری اتاقهای کاری رئیس و معاون رئیس کمیته را آتش میزند. مونیسا فاضلوه و امیده زاکرova شاهد این جنایت او میشوند و در نتیجه منورزاده برای آنکه سیرش فاش نشود هر دوی آنها را با ضرب 13 و 11 کارت به قتل میرساند. از کشته شدن زنان فراش پاسبان کمیته زمین رجب‌بای عالیموف خبر یافته به پلیس زنگ میزند. رئیس جمهوری آمریکا اعلان کرد نیروهای نظامی کشورش ایمن الظواهری رهبر گروه تندروی القاعده را صبح یکشنبه در حمله به قتل رسانیدند. جو بایدن ضمن سخنرانیش در کاخ سفید دیروز 1 آگوست گفت که رهبر القاعده دیگر وجود ندارد. به گفته بایدن جاسوسان آمریکا ایمن الظواهری را تا خانه در مرکز کابل پایتخت افغانستان پیگیری کردند. آنجا با خانواده اش زندگی می‌کرده است. او تاکید کرد که در این حمله هواپیمایی بی سرنشین هیچ یکی از اعضای خانواده الظواهری و هیچ غیر نظامی کشته نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه تایید کرده است که این حمله رخ داده است. او این حمله را محکوم کرد و این عملکرد آمریکا را نقض قاعده‌های بین المللی دانست. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان هم گفته است خانه در محله شیرپور هدف یک موشک قرار گرفت، اما چون این خانه خالی بود کسی کشته نشد. فوتبالباز تاجیک حمدانی کمالوف گران ارزشترین بازیگر تیم اسپانیا پراکوئلوس انتمیره شد. برای کمالوف رهبریت باشگاه 125,000 یورو پرداخت کرده است. قابل ذکر است که حمایتگران دیگری اسپانیایی پراکوئلوس انتمیره 25,000 ارزان ترند و خودی دسته که در دیویزیون سیوم بازی میکند 625,000 یورو حساب شده است. بازیگر تیم جوانان تاجیکستان سال 2021 به اسپانیا رفت و به بازی در رایو مجدخانده شروع کرد، اما با هیئت اساسی کم بازی میکرد. بنابراین تصمیم گرفت که دسته را عوض کند. یادآور میشویم که حمله‌گر 19 ساله در زادگاهش از دسته های لوکوموتیو پامیر و استقلال برآمد میکرد.
پراکاویلوس انتامیرا یگانه کلوب نیست که میخواهد برای بازیگران تاجیک پول کلان بپردازد. همین طریق یونایتد سیتی فیلیپین امیربک جورابویف را به مبلغ 250,000 یورو به دست آورد. نیم حمایتگر تیم ملی تاجیکستان دومین گران ارزشترین بازیگر دسته شد. در این باشگاه در جای اول آلن رابرتسون از آفریقا می باشد که 300,000 یورو گرفته است. حالا جورابویف یکجا با دسته یونایتد سیتی به چمپیونات فیلیپین آمادگی می گیرد. بازیگر ماه مارس سال 2022 همچون اگنت آزاد به دسته نو پیوست و 1 سال شرطنامه بست. بختیار قلندروف باشد برعکس به تاجیکستان برمیگردد و 6 ماه در دسته ایزاولی هندوستان بازی کرده است. ترانسفر مارکت این بازیگر را 250,000 یورو ارزیابی کرده است. قلندروف علاقه دسته نو رفشن کلوب را پیدا کرده است. قبلا در دسته خطلان، استقلال و غیره بازی کرده است. موسم گذشته را در استرافشان گذرانده است.